آمریکا چه گزینه‌هایی برای حمله به ایران در اختیار دارد؟ بر اساس شواهد، اقدام نظامی آمریکا علیه ایران در پی سرکوب مرگبار معترضان در شهرها و شهرستان‌های سراسر کشور ظاهراً دوباره در دستور کار سیاستگذاری در واشنگتن قرار گرفته است. گزارش‌های تایید نشده می‌گویند که بیش از 500 نفر در اعتراضات ایران کشته شدند. اما برخی گروه‌های حقوق بشری می‌گویند شمار کشته‌ها ممکن است چند برابر این رقم باشد. خیزشی که یکی از بزرگترین چالش‌ها برای حاکمیت روحانیت از زمان انقلاب بهمن 1357 به شمار می‌آید. اعتراضها که روز 7 دی ماه در پی جهش تورم و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد، از آن زمان به اعتراض گسترده‌تری علیه مقام‌های کشور تبدیل شده است. ظاهراً هم واشنگتن و هم تهران علامت دادند که به گفتگو تمایل دارند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با توجه به گزارش‌ها درباره اقدامات خشونتبار علیه معترضان گفته که ممکن است با این حال دست به اقدام بزند. رئیس جمهور آمریکا روز 21 دی در هواپیمای ایرفورس وان به خبرنگاران گفت ممکن است با آنها ملاقات کنیم. قرار است ترتیب ملاقاتی داده شود. اما شاید مجبور شویم به خاطر آنچه که پیش از جلسه در حال رخ دادن است دست به اقدام بزنیم.